دی من هیچ وقت نمیخوام به حرف بابام گوش بگیرم. چرا دایی جان؟ هر وقت گوش میگیرن یه شر بزرگی درست میشه. نمیشه که آدم باید حرف پدر مادرش گوش بده دایی. جر میده. چرا چی شده مگه؟ اون رو رفتم مدرسه، مدیرمون گفت ساسانی برو به بابات بگو بیا پول ثبت نامت بده، نصف سال گذشته چرا نمیای پولت بدی؟ من ازش گفتم بابام گفته مدیرتون گه خورده با تو. گفتم بابام گفته که ما از این پولای مفت نداریم به کسی بدیم. خب مدیرتون چی کارت کرد؟ هیچی دیگه مدرسه اخراج کرد. آخه گفت اگه با بابات اومدی بیا اون مدرسه. خدا نشستم تو خونه دارم درس میخونم. تازه این خود چینی با سرویس مدرسه‌مون راننده‌ش هنجرش شد. با اون دیگه چرا؟ راننده سرویس اومد دم در پولش میخواد، گفت برو بگو بابات بیا پول من بده وگرنه نمیان دنبالت. بابا من گفت برو ازش بگو بابا خونه نیست، بگو رفته مسافرم مسجد کلاهبردار. من رفتم گفتم مسجد کلاهبردار، بابا گفته بگم خونه نیستم. هیچی ده دوباره جرشون شد. خیلی حیف شد که مدرسه اخراج شدن، برای که رفتن تو گروه سرودمون میخواستن آخر گروه سرود بگن جان بدم بر همدان بر گل رخسار محمد بر علی شیر خدا ساقی کوثر سلوات. حالا به جاش نورحسینی کفارتون میگه.